درود دوستانی عزیز، برنامه نگفته ها رو شروع میکنیم. همه شما میدونید که در نگفته ها با حرف های نگفته می آیند مهمانان عزیزی ما. وقتی که این هنرمند رو دعوت کردیم گفت که من نگفته ندارم درباره فعالیت من، درباره ایجادیات من، درباره ترانه های من همه چیز رو میدونند، ولی گفت یک نگفته دارم. پرسیدیم که چی نگفته؟ گفت درباره زندگی و محبت و روزگار پدر و مادرم کم حرف زدم، یعنی نگفته های زیاد دارم. و واقعا هم درست میگوید. پدر و مادرهای ما اونچنان زندگی کردند که اگر در اطراف زندگی و محبت آنها ساعتها حرف بزنیم کم است. و این زمان نگینه اماخلوه با نگفته هایش درباره پدر و مادر و برنامه ما قدم رنجه داشتند. خوش آمدید نگینه بانو. خیلی جالب است درباره والدین شما شنیدن حرف که چگونه زندگی داشتند، چگونه این همه سالها رو با هم پشت سر کردند. پدر و مادر من بسیار خودشان انسان های خوب هستند. پدرم بسیار شخصی خاکسار، یک مرد با ناموس، یک مرد با تمکین است. مادرم همچنین یک زنی با شرافت، یک زنی زیبا، برای من از همه زیباترین یک شخصیت خاکسار است. عاشق شده با هم دیگر ازدواج کردند؟ خیلی فرزندان فقط جمع میشوند. برای ما این بسیار جالب بود که یعنی لحظه شناسایی پدر و مادر ما دانیم. بسیار سوال میدادیم. بعد یعنی والدان پدرم میگویند که ما همون فلانچه کلین میکنیم. پدرم از همون روز فقط از پی همون خانومش میشود و از پسش نظارت میبرد. تا کجا می رود، تا کجا می بیاد، ساعت چند به کار می رود، ساعت چند از کار می بیاد. و عموما هر وقتی که از کار می برد، از همون کار از دوری تا خانه برده مونده، بعد به خانه خود می رود. یعنی فاصله نزدیک نمیشد؟ نه فاصله رو نگاه می داشتن، چون اون وقت عرف و عادت بسیار قوی بود و ممکن نبود که یک دختر با یک جوان گپ بزنه، تنها به تنها گفتگو کند. خب مادر شما چند سال داشته است آن زمان؟ مادر من تقریبا 20 ساله بود، چون الکی خوانده بود در آموزشگاه کسبی خوجند. الکی تحصیلش رو تمام کرده بود و الکی اومده کار میکرد. با کدام اختصاص؟ محاسب یعنی بوکالتر. بعدی به شوهر برآمدن مادر شما کار رو ادامه دادند یا نه؟ نه، چرا ادامه دادن؟ پدرم هم کار میکردن، مادرم هم کار میکردن. هر دو کار میکردن؟ بله. نخستین فرزند پسر از در اویله شما یا دختر؟ نخستین فرزندم بله پسر است و اکای من است. برادری بزرگ است؟ خورشید نام دارد. بله. خورشید. و بعدا من. بعد خورشید نگینه. بعد خورشید نگینه، بعد خسرو، خیام، حمید جان. بعد دیگر سه پسر دیگر. سه پسر دیگر. از دختران فقط شما؟ از دختر فقط من. بله. یک دختر؟ یک دختر. ایرکا؟ نه. ایرکا نه؟ چرا نه؟ عموما. اکنون درباره پدرتون قصه کنید. پدرتون کدام اختصاص رو صاحب بودند؟ پدر من در بعضی نقلیاتی کار فعالیت میکرد. راننده؟ بله. عشق راننده با محاسب، با بوکالتر. عشق راننده با محاسب، بله. پدر شما اینقدر فرزندها رو تربیت میکرد و اینقدر مثلا شرایط خانه رو تأمین میکرد، بور شکایت نمیکرد که مثلا دشوار است؟ ممکن دیگران کنند، لیکن هیچ وقت پدر من همه وقت ما رو با همه چیزای بهترین تامین میکرد. همه لباسای بهترین، خورد و خوراکی بهترین. عموما شرایطمان بسیار خوب بود. به همون در بین پسرها یک دختر؟ بله. توجه پدر و مادر بیشتر نبود؟ بله بیشتر بود، کم بیشتر بود. بچه ها رشک نمیکردن؟ بچه ها نه، فقط جنگ و محافظت میکرد. جنگ و جنجال؟ بله. برای بازی و این چیزها در کودکی؟ بله. دیگر همین یک دختر که من بودم دیگر زورشون به من میرسید. من از مکتب اومدم، گشنه بودم، آن چیزی که در آشخانه بود اون رو خوردم. بعد اکنون من فکر نکردم که اینا همشون میبینن دیگر خوردم. بعد دودری از من خوردی اومد، در آشخانه رو محکم کردم،
خودم در اون شتاب در خوردم. دادر خوردیم اومد از تریزه اومد تخت کرد از در اومد تخت کرد دیگر کسی نشد. چون همه وقت من برای اونو خوراک میپزم همه چیز بر گردنی من یک دختر گفتم خیلی یک بار خودم برای خودم بله. بعد من خوردم خیلی دیگر علاج نداشتم باید میبر اومدم خوردم خیلی قدر شیشتم اونو اومدن از پشت در بسیار تخت کردن و کردن بسیار تهدید کردن رفتن بعد گفتم آستک برویم آستک در کشیدم از آشخانه تا خانه تقریبا یگان 10 قدم هست گفتم دوام به خانه روم که نتونستم اومدن دستگیر کردن دیگر جزایش رو گرفتم. یک چیز دیگه مدامی که این گونه بچگی شما شوق‌آور بود حتما که شما با پدر و مادر از رفتار بچه‌ها خبرکشی می‌کردید. خبرکشی می‌کردم لیکن پدر و مادرم که نقض نمی‌دیدن این چیزا همش به نتیجه بود. نگینا بانو یگون بار مثلا گفتگوزوری پدر و مادر رو دیدید که اطراف یگون مسئله‌های جدی صحبت کنند پنهان از چشم کودکان؟ بله دیدگی هستم این رو فکر میکنم همه دیدگی هستن هیچ کس نمیتوند اون لحظه ها همین قدر احساسی میشوند دیگر فکر نمیکنن که اینجا کودک هست که ولی این در همه هست فکر میکنم همه میبیند این چیزو. اوه در پنجکند کی استقامت میکند از اهل خانواده؟ از اهل خانواده ما اکوی کلانی اونجا زندگی میکند همراه اویلش بله همراه 4 فرزندش پدر و مادرم اینجا هستن دوشنبه هستن من هم اینجا هستم خسرو جان اونجا زندگی میکند همراه اویلش فرزندانش. پدر با چند در اومدند؟ پدرم با 56. مادر چی؟ مادرم 54. دوشنبه رو چگونه پذیرفتند؟ مثلا شخصانی که یک عمر در پنجکند زندگی کردند دوشنبه رو پسندیدند؟ بله اول دشوار بود خیلی که برای من دشوار بود برای اینو هم دشوار بود فکر میکنم چون لهجه دیگر است چون مناسبتی مردم کمتر دیگر است برای هممون دشوار بود لیکن من که اینجا بودم اونا نمیتونستم منو تنها مانده روم. برادرهای کلانی چی خورشید در دوشنبه زندگی کردن نمیخوان؟ نه نمیخوان. هدیه‌ای که مادرتون بیشتر دوست می‌داره چی است؟ مادرم فقط میبینه وقتی که گل میبرم مادرم دیگر خیلی قبولش میکنه چون برای زن گل همیشه هیچی هم نباشه پگاه خوش شودم که لیکن همون زیباییش چقدر ارزش دارد. یگون خیلی سورپرایز برای پدر و مادر کردید؟ نه فکر میکنم نکردم چون هم چیز رو به اونو مصلحت میکنم. یعنی همیشه مصلحت؟ بله با مصلحت هم. برای صحنه آمدن یگون دوچاری مشکل نشدید از جانب اهل خانواده؟ نه چرا بود پدرم اول بسیار منیگری کرد و چون گشته از مردم فهمید که هنری من به اونها پسند است یعنی میخواهند مرا ببینن که سرایده باشم دیگر قبول کرد علاج نداشت. یعنی باز رفتار شما نقش بازید اگر رفتار شما نادرست نبود شاید عموما روزی نمیشد. ممکن مادرم نمیخواست چون گپ تیز پهن میشود و خیلی که گپ پهن میشود با اونا بسیار مردم بین خود با زیادتر آوازه و دروازه و اینا و گپ بسیار میشود مادرم هم راستی گپ نمیخواست. خیلی دیگر کی جانبدار بود در اویله؟ فقط من. از برادرها چی؟ تماما نمیخواست. از خویش پیوندان چی؟ یگون کس لااقل دستگیر نمید؟ فقط بیبی هم میخواست. حالا پدرم بسیار میخواست که من هنرمند شوم چون اون در حکومت شهر کار میکرد. مدیر فرهنگ بود. حالا در کجا کار میکنه؟ باز در موزه تاریخی سرز کار فعالیت دارد. ولی باز بیبی هم بود. بیبی من یک زنی بسیار عجیب است خودش هم همه وقت سرود خونده میگردد هر محفل میشود هر خانه مهمان میبید او سرود میخواند برای همه استقبال میگیرد. بله چون پدری اونم بیبیم هم هنرمند بود با دوتار سرود میخواند و همه مرکهای مردم رو عبود میکرد چون هنر در قلب اونها هم جا شدگی بود اون کس میخواستن که من هنرمند شوم.
خلق و رفتاری پدرتون مثلا چی رو نمیپسنده، چی رو دوست نمیدارد؟ مثلا مردها هر مرد پرینسیپ‌های خود رو داره در زندگی. بعضی مردها مثلا دروغ گفتن رو بد میبینند، بعضی مردها مثلا گپ گرداندن رو بد میبینند. خاراکتری پدر شما چگونه است؟ پدر من از خردسالی که من یاد دارم بسیار مرد جدی است، بسیار ما را به همین جدیتش نوای رساندگی است. مرد همین سراسیمه میخواست که همه کارش پیشکی شود. همین خیلی انسان است پدری من. خب مدومه که جدی باشد من فکر میکنم که هنگامی یگان سرخوشی کردن بچه ها رو جزا میداد نه؟ بله چرا نه؟ چگونه جزا میداد؟ باره در خاطر دارم اکوی کلانی ما در لب آب زندگی میکنیم. دریاچه. بعد از اون دریاچه اون طرفش پنجکنتی کنه. باره خاطر دارم اکوی کلانی مال پایی رفت و همین خیلی خودش گم شد دیر اومد. ما هم دیگر خواطر شدیم، پدرم خواطر شد دیگه. همین قدر با کفتکو بارون هم شب روز بهاری بود، بارونی سخت بارید، جوله بارید، همه بسیار خواطر شدم. بله خواطر شدم. بعد بالاخره آمد اکوی من، بعد یک خیمچه گرفت و زدنی شد. اکوی زدنی شد، همین خیمچه گرفت، همین خیلی دست رو بالا کرد که من داد گفتم. من مایده تر بودم، داد گفتم. وای دید که من سخت ترسیدم دیگر اون نرسید. یعنی به خاطر نگینه از چنگ جزا خورشید رها شد. بله. مادر چی؟ مثلا خشمی مادر وقتی که کودکان یگان کاری ناجور میکردند؟ مادر اگر خشمش نشان ندهد فکر میکنم فرزنده عموما به سر میشوند. بله از خود میروند. مادرم جوش بیاید بسیار خشمش نشان میداد، جوش بیاید نصیحتم میکرد، نوازش میکرد. بله نوازش میکرد، جوش میامد عموما که. بله مادر چگونه است؟ اما مادر است. مادرتون مثلا یگان کسبی دوست داشته در خانه داشت؟ بله مادر من بسیار از خردسالیش توقی میدوخت، توپیچه میدوخت، یعنی توقی گلدوزی میکرد. یعنی دوزنده خود؟ بله. بیبی من سوداگر بودم، بیبی من توقی میفروختم. مادر من شب روز توقی دختر بیبی هم چی میکرد. اکنون مثلا غذاهای دوست داشته پدرتون هست که مادرتون دویم به خاطر شوهرش آماده میکنه؟ بله پدر من فقط خوراکای گوشتی ناز میبیند، یعنی اون چیزی که فقط گوشتش بسیار باشد، چیزی که گوشت ندارد اون عموما نمیخورد. یعنی بعد میبیند توپ، برک، منتو، این چیزا قدر دوست نمیداره، خوش نداره. فقط آشی پلو در ما پنجکین با آشی یک با یک میکنن. عموما آشی سرگوشت ناز میبیند، گوشت بریون ناز میبیند، همه چیز که گوشت داشته باشد. مدومه که چون لذت پسند باشد، چون به اصطلاح میگن گورمن لذت پسند باشد، به نظرم که خیلی نه مادر من خراب است. خوش به حالشون. مادر من هر چیز خور نیست، لیکن همین چینده میخورد، لیکن فرقی نیست. سخنهای معمولی مادرتون نوازشکارانه چگونه از خورد شما را صدا میکرد؟ چگونه مثلا بچه هم میگفت دخترم من خانه به هم بانو جان گفته از خوردی؟ بله. بانو جان میگفتن از خوردی؟ خیلی جالب. حتی بچه ها؟ بله. بانجا همه کویم، هم بهایم، همه بانو جان. نگینه نمیگفتن؟ نه کم نمام. چرا بانو؟ چون من یکتا بودم، چون از نبیره های دختری هم من یکتا بودم، بابای من فقط همین بانو. پدر هم؟ پدرم بله. اکنون نگینه بانو راجع به حیات خصوصی خودتون حرف بزنید. راستیگه بسیار با من این سوال رو میدن در خصوص زندگی شخصی هم. فقط اگر میگم که زندگی شخصی من فقط شخصا به خودم تعلق دارد، چون نمیخوام فرزندانم، شوهرم، پدر و مادرم، اهل خانواده من زیر تاثیر زندگی صحنوی من باشن، زیر تاثیر سخنهای مردم و همون ماجرایی که گردی من میسازن زیر اون باشن نمیخوام. به هر حال فقط با دو حرف بگویید که
زندگیتان خوب است و آرام است و شما خوشبخت هستید همینش کفایه است برای ما. بله زندگی من آرام است که من میتونم صنعت خود را دوام دهم. بله. کودک‌ها چطورند؟ خوبند؟ کودکان بسیار خوبند. کودکان معنای زندگی هم هستند. کلان شدند؟ بله کلانی هم صنف 3 میخواند. دوم 1.5 سالش. با نگینا و با عزیزانش مخصوصا با دو پسر نازنینش با داوود و اعظم جان موفقیت و خوانش اعلی تمنا میکنیم. باید آنها فخر کنند که چنین یک مادر نازنین دارند، مادری دارند که تمام فارس زبانان دنیا هنر مادرشان را دوست می‌دارند و میپذیرند. تمنا میکنیم که هیچگاه صدای نگینا از زندگی ما و شما، از روز روزگاری ما و شما زدوده نگردد، پاینده باشد. با والدین نگینا نیز اظهار سپاس میکنیم که چنین یک نابغه را به دنیا آوردند. یعنی طفلی به دنیا آورده ایشان نابغه است، افتخار ما است. برای نگینا موفقیت تمنا میکنیم و آرزو داریم که دم بعد دم هر هفته هر ماه ترانه های تازه و تازه نگینا رو بشنویم. همینجا برنامه ما به انجام میرسد. با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه های نوبتی. برنامه رو حتما طبق درخواست شما با اشتراک دیگر هنرمندان تهیه خواهیم کرد. این بود برنامه ناگفته ها با نگینا بانو عزیز و نازنین. خیر تا بازدید.